الذين هم به مشركون. 19 ایولی سال 2023 اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قبل از اشتراک در نخستین واخوری سران دولت‌های آسیای مرکزی و کشورهای عربی خلیج از شهر جده به شهر مکه پادشاهی عربستان سعودی تشریف آوردند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر مکه مکرمه قبله مسلمانان کعبه را زیارت کردند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان لباس خاصی مراسم حج احرام را ببر کرده وارد خانه خدا گردیده داخل کعبه الله 2 رکعت نماز نفل خواندند. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك. سپس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و هیئت همراه او با 7 مرتبه در زدن در گرد خانه کعبه طواف قبله مسلمانان در روی زمین را به جا آوردند. اللهم إني أسألك يا الله پس از طواف خانه کعبه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در پشت مقام پیغمبر ابراهیم خلیل الله که در یک پهلوی کعبه الله است 2 رکعت نماز نفل خواندند. واشفي مرضانا وأرحم موتانا ولا تسلط علينا يا الله بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا نعم المولى ويا نعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با هیئت همراه پس از ادای نماز برای پیشرفت و شکوفایی آینده تاجیکستان، خانه امید همه تاجیکان جهان و سرجمعی و آسودگی مردم شریف تاجیک دعای خیر کردند. سپس پیشوای ملت در نزد چاه زمزم با یک جهان آرزو و نیت‌های نیک از آب زمزم نوشیجان نموده به پایه کوه صفا برآمدند تا در سعیگاه یعنی میان کوه‌های صفا و مروه 7 مرتبه رفت و آ کنند. 4 بار از صفا تا مروه و 3 بار برعکس حرکت باید کرد. بعد انجام سعی در پایه کوه مروه موی سر باید تراشیده یا کوتاه کرده شود. با عملی نمودن این رکن مراسم عمره هیئت تاجیکستان با سروری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان انجام یافت. مورد ذکر خاص است که این زیارت دفعه 5 جریان میگیرد. با عنایت و مهربانی پروردگار عالم و با توجه خاص و احترام بلند خادم حرمین شریفین پادشاه عربستان سعودی و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میسر گردید که 3 مرتبه به داخل خانه رمزی خدا کعبه الله وارد شده با گذاشتن 2 رکعت نماز برای تاجیکستان عزیز و مردم شریف آن دعای و فاتحه نکو نمایند. پشتیبانی پیوسته از نام پاک دین مبین اسلام در عرصه منطقه و جهان چند دفعه با زبان تاجیکی نشر و دسترس مردم کردن قرآن کریم و در سطح ملی و بین المللی تجلیل نمودن 1310 سالگی اساسگزار مذهب تحمل پذیری حنفی ابو حنیفه نعمان ابن ثابت امام اعظم از جمله خدمت‌های شایان پیشوای ملت تاجیکان در جهان اسلام میباشند که او را به شأن و اعتبار بلند رساندند. با چنین شرف بلند دست یافتن سرور دولت تاجیکستان و پیشوای تاجیکان جهان محترم امامعلی رحمان بازگوی از نفوذ و اعتبار شایسته او در عالم اسلام است. این است که او بارها به فهرست 500 مسلمان صاحب نفوذ عالم
شامل گردیده است. خاطررسان باید نمود که تا این وقت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سالهای 1997 2001 2005 2016 و 2017 به پادشاهی عربستان سعودی سفرهای رسمی و کاری انجام دادند. باعث خوشنودی و شکرگزاری است که پرزیدنت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای شهروندان زائرانی که مقصد طواف خانه کعبه و زیارت روضه پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را دارند، سال تا سال تدبیرهای خیر را عملی می‌نمایند. شرایط سفر و بدوباش حاجیان از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با پادشاهی عربستان سعودی بهتر می‌گردد. خیلی کمی دولت اختیار می‌کنه با دولت جناب عالی خوش آمدید. خدمات ما حسنا و سرزمین مکه. ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله